علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چگونه که برای شما بیان کرده شد در باب اسما و صفات، اینکه عقیده اهل سنت و جماعت در باب اسما و صفات این است اینکه هر اسم و صفتی که الله عز و جل برای خودش اثبات کرده است، اهل سنت و جماعت او را اثبات میکنند. و یا اینکه هر اسم و صفتی که در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، اهل سنت و جماعت او را برای الله عز و جل اثبات میکنند، بدون تعطیل و بدون تحریف و بدون تکییف و بدون تمثیل یا اینکه تشبیه. و در اینجا سوال شده است که تعطیل یا تحریف و تکییف یا تشبیه و تمثیل چی است؟ تعطیل این است اینکه یعنی اثبات نکردن صفات الله عز و جل، مثل جهمی ها که عمومی یعنی همگی صفات الله عز و جل را اونها تعطیل کردن، یعنی اثبات نکردن، انکار کردن. و یا تعطیل اثبات کردن بعض از صفتهای الله عز و جل و انکار کردن باقی مانده از صفتهای دیگری الله عز و جل، این هم تعطیل است. یعنی تعطیل فقط تنها این است اینکه تمام صفتها را یک شخص تمام صفتهای الله عز و جل انکار بکند، بعداً معطل میشه و یا اینکه اهل تعطیل میشود مثل جهمی ها. نه، بلکه حتی یک از اسما و صفات الله عز و جل را انکار کردن و تعطیل کردن از اهل تعطیل میشود. از کسانی که الحاد در اسما و صفات الله عز و جل میکنن، یعنی کجروی در اسما و صفات الله عز و جل میکنن که برایشان وعید است، از جمله همونها داخل میشود. پس تعریف تعطیل این است اینکه اثبات نکردن صفات الله عز و جل یا اینکه اثبات کردن بعضی از صفتها و انکار کردن باقی مانده از صفتهای دیگر الله عز و جل، این هم تعطیل است. اما تعریف چی است؟ تحریف یعنی تغییر دادن نص لفظاً و یا اینکه معناً و برگردانیدن همون لفظ از معنای ظاهریش بر معنای دیگری که اون لفظ به او دلالت نمیکند، این میگن تحریف. یک بار دیگر تکرار کرده می شود که تحریف در اسما و صفات این است اینکه تغییر دادن نص لفظاً، تغییر دادن نص لفظاً، یک نصی که اومدگی است که در قرآن و در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در باب اسما و صفات که همه اسم و همه صفات الله عز و جل است، امور لفظاً تغییر دادن و یا اینکه تغییر دادن نص معنای او را تغییر میدهند که در لغت عربی همین معناش همین است، ولیکن میاند او را چکار میکنند؟ تغییر میدهند. و برگردانیدن همون لفظ از معنای ظاهریش بر معنایی که اون لفظ به او دلالت نمیکند، این میگن چی؟ این میگن تحریف. و دیگر تکییف چی هست؟ تکییف یعنی بیان کردن هیئتی که همون صفت بر او هست، بیان کردن هیئت همون صفت، این میگن چی؟ این میگن تکییف، کیفیت دادن، چگونه بدن همون صفت الله عز و جل. به طور مثال الله عز و جل بر عرش است. اهل سنت و جماعت ایرا اعتقادشون است و ایرا بیان میکنن که الله عز و جل بر عرش است، ولیکن چگونه، کیفیتش چگونه است؟ الله اعلم. اهل سنت و جماعت کیفیت نمیدن. پس تکییف یعنی بیان کردن هیئت امو صفت، یعنی که نزول الله عز و جل، الله عز و جل بر آسمان دنیا کما یلیق بجلاله نزول میکند، همین هیئت نزول کردنش، چگونگی نزول کردنش چگونه است؟ الله اعلم. اهل سنت و جماعت ایرا کیفیت نمیدهند. چرا؟ چون که الله عز و جل، چونه که برای شما بیان کرده شده که الله عز و جل برای چی خبر داده نیست. و اما تمثیل چی است؟ تمثیل یعنی اثبات کردن یک مثل برای یک چیز که مشابه باشد برای او از تمام جهت، اینا میگن چی؟ تمثیل یعنی اثبات کردن یک مثل، یک مانند برای یک چیز که مشابه است برای او از تمام جهت،
از تمام جهت با او مشابه است. اینا میگن تمثیل. از این خاطر اهل سنت و جماعت در باب اسما و صفات تمثیل یا اینکه تشبیه نمیکنن. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. قل هو الله احد الله الصمد. ببین در اینجا همه بیان اثبات اسما و صفات الله عز و جل است. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن له کفوا احد. هیچ چیزی مانند الله عز و جل نیست. هیچ چیزی مانند الله عز و جل نیست. پس اهل سنت و جماعت بریئن، پاکن از چی؟ از تعطیل، تحریف و از تکییف و کیفیت دادن و از تمثیل و تشبیه و منن کردن. این از عقیده اهل سنت و جماعت در این مسئله. بارک الله فیکم.